به زودی مورد بررسی موشکافانه قرار خواهید گرفت. پس بهترین رفتار را در محیط کار از خودتان نشان دهید تا مورد تشویق قرار بگیرید. الان وقت جا خالی کردن نیست، حتی اگر بسیار خسته باشید. به تازگی اتفاق بدی را پشت سر گذاشته اید که می توانست عواقب بدتری داشته باشد. شاکر باشید و به جلو پیش بروید. بدون شک فردا مال شماست. اردیبهشت، یک زندگی نو و با استحکام را شروع خواهید کرد اگر بتوانید گذشته را فراموش کنید. حالا وقت آن است که حال و آینده اتان را دریابید. سعی کنید در زمینه تکنولوژی اطلاعاتتان را افزایش دهید. سرمایه‌ای به شما داده می شود. تلاش کنید باعث افزایش آن بشوید. خجالت را کنار بگذارید. حالا وقت آن است که درخواستتان را واضح و بیرو در بایستی بیان کنید. خرداد، با دوستی تجدید دیدار می کنید. از این فرصت استفاده کنید. شما بهتر از دیگران می دانید که کار برایتان فراوان است. بیش از این دست روی دست نگذارید و شروع به جستجو کنید. شما آدم خوشروزی هستید. زندگیتان می تواند شاد و همراه با آسایش باشد، مگر اینکه خودتان این قاعده را برهم بزنید. به زودی مبلغی به دستتان می رسد. زمان آن رسیده که سخت به زندگیتان بچسبید و از اشتباهات تکراری دوری کنید. آزادی عملتان را حفظ کنید. ترس را از خودتان دور کنید. شما قادر به انجام هر کاری هستید. با تدبیر عمل کنید و نگاهتان به آینده باشد تا به نیتی که در ذهن می‌پرورانید برسید. ناخواسته در جمعی کمی پرحرفی می‌کنید و مجال صحبت به کسی نمی‌دهید. مرداد، به مکانی خواهید رفت که آرزوی رفتن به آنجا را دارید. همین حالا هم دیر است. هرچه زودتر فکری بکنید و محیط اطرافتان را عوض کنید. مواظب دوستی روباه صفت باشید. لحظاتی سرشار از احساسات عاشقانه را سپری می کنید. بهتر است به همه چیز با دید مثبت بنگرید و سختی های گذشته را فراموش کنید. آینده مال شماست. خبر خوبی می شنوید. شهریور، حواستان را جمع کنید. شادی فردای شما منوط به انتخاب درست امروز شماست. تعلق خاطر خاصی به خانه و خانواده تان دارید. آن را حفظ کنید و اجازه ندهید کسی از حریمتان گذر کند. خاطرات خود را برای همه تعریف نکنید و از خودخواهی و منم دست بردارید. دوستانتان را خسته و از اطرافتان پراکنده می کنید. وقت آن رسیده که به هیجاناتتان مسلط باشید و دوست و دشمن خود را از هم تشخیص بدهید. قوی دل باشید و نظرتان به آینده دور باشد. نسبت به شخصی که به عنوان دوست انتخاب کرده اید بیشتر احتیاط کنید. بیگانه را به خانه تان راه ندهید. او به قصد غارت آشیانه تان آمده. از دوستی قدیمی که این روزها زمینگیر شده خبر بگیرید. آبان، رویای سفر پرشوری که در سر دارید به حقیقت خواهد پیوست و به سفری خاطر انگیز می روید. خبرهای خوب کاری به شما می رسد. در مورد مسئله احساسی که فکرتان را مشغول کرده باید کمی بیشتر به خودتان وقت بدهید. هرچه برای خود ذخیره کنید حتی به میزان کم باز هم برایتان سرمایه‌ای قابل توجه خواهد بود. ولخرجی نکنید. آذر،
رو به آینه بایستید و از خودتان بپرسید از چه می‌ترسید و واهمه دارید. اگر جواب این سوال را پیدا کردید، حداقل یک قدم به جلو برداشته اید. برای انجام کاری جواب نه شنیدید. به جای قصه خوردن خوشحال باشید. از ضرر نجات پیدا کرده اید. با کمی هوشیاری می توانید درهای باز دیگر را فوراً پیدا کنید. دست روی دست نگذارید. حرص باعث می شود هرچه دارید از دست بدهید. کمی آرام باشید. شما پشتیبان‌های زیادی دارید. با کمک آنها جایی برای شکست خوردن وجود ندارد. شما همیشه به دیگران کمک کردید. شک نکنید که امروز هم دوستانتان متقابلاً به یاریتان می شتابند. یک عشق قدیمی به زودی وارد زندگیتان می شود. چشم و گوشتان را باز کنید. بهمن. در مورد شخصی حواستان باشد گذشته را درست و منصفانه مرور کنید. همیشه حق را به خودتان ندهید. وقت خوشی را با شخصی که دوستش دارید سپری می کنید. شما روابط عمومی خوبی دارید و با همه می جوشید. این کار آینده اتان را بیمه می کند. یک اتفاق مهم در حال رخ دادن است. اینکه رازهای دیگران را همچون راز خود می دانید بسیار خوب است. اسفند. از فردی درس جدیدی فرا میگیرید که برایتان گران تمام می شود. شما عاشق تفریح و سفر هستید. به سفری که مقدمات آن را فراهم کرده بودید خواهید رفت. به زودی گام‌های بلندی برای تغییری مثبت برمی‌دارید. خودتان را دست کم نگیرید وگرنه حریف طوفانی که در راه است نمی‌شوید. از هر جا و هر کس که می‌توانید چیز جدیدی یاد بگیرید.